انتزاع کشوره. وقتی شهر تهران 2 بار در معرض جنگ قرار گرفته، یه امر طبیعیه که ساخت و ساز درش کاهش پیدا کنه. لذا یه امر ویژه خاصی نیست. ما تلاشمون این هستش که این رشد پیدا کنه و پروانه صدورش افزایش پیدا کنه، ولی این که ما بگیم توی بهار و تو بهار خدمت شما عرض کنم که در حقیقت جنگ شده تو شهر تهران و بیشترین خسارت رو اسرائیل و آمریکا به شهر تهران زدن. لذا طبیعیه که این یه در واقع افت شرایطی پیدا بکنه و ما در حال جنگ بودیم و همچنین مثلا تو دیما وقتی این اتفاق میفته یه طبیعیه که شرایط، اما نرم همین آشوبی که آمریکا به اسرائیل تهران ایجاد کرد، بله همین آشوب که تو کشور ایجاد کرد و تهران اوجش بود، خدا انشالله ریشه آمریکا و اسرائیل رو بکن. نکته ای که وجود داره این هستش که وقتی این جنگ تمام عیاری که مثلا تو همین دیما ترامپ میگه من دارم هدایت میکنم، من دارم این کارو میکنم، در واقع ما که نمیتونیم کتمان کنیم، کاملا معلومه و توی صحنه مشخص